در تالار مشورتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده جلسه کمیسیون جمعیتی اوید و پیشگیری کروپسیا برگزار شد. در کار جلسه اعضایان کمیسیون اشتراک کردند. در آغاز اعضای کمیسیون مویستان عزیز و برآمد کرده دایره نقشه های اجرا شده بندهای استراتژی و کارهای به انجام رسیده کمیسیون در نیم ساله سال 2018 حساب داد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتیشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و برآمدهایشان در واخوری‌ها و سفرهای کاریشان به ولایت‌های سغد و ختلان و ناحیه‌های تابع جمهور بیان گردیدند. وابسته به مسئله مبارزه بر ضد همه گونه جنایتکاری و حقوق ویرانکنی‌ها، تروریسم و اکستریمیسم و خصوصا کروپسیا که یکی از عامل‌های اساسی به کاهش یافتن زندگی آسایشته اهالی و ضربه به پایه‌های دولتداری ما، تنجی و صلح و ثبات و رشد و ترقیات دولتی صاحب استقلال ما محسوب می‌یابند. میان اهالی و دیگر قشرهای جامعه و تشکیلات‌های ابتدایی حزبی مورد فهماندهی قرار داده شد. جهت تطبیق بند 4 نقشه کاری کمیسیون که در مجلس کمیسیون از 5 ژانویه سال 2018 تصدیق گردیده است، اوید به معین نمودن عامل‌های به پیدایش کروپسیا مساعدت کننده و درک خفی عاقبت‌های نامطلوب آن، همکاری را با تشکیلات‌های جمعیتی خصوصا با شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت، اتفاق‌های کسبه، سازمان‌های جمعیتی، شورای سابقه‌داران اینترنشنالیست، رئیسان جماعت‌های دهات و کمیته‌های محله برای مانده خصوصا در عملی نمودن و تامین شفافیت اجرای قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی در جمهوری تاجیکستان، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، اجرای فرمان‌های دوره به دوره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اوید به دعوت جوانان به خدمت حربی در ملاقات‌ها با جامعه شهروندی بررسی گردانیده شد. با اشتراک تشکیلات‌های جمعیتی یک میزین داور تشکیل کرده شد. در زیاده از 62 تشکیلات ابتدایی حزبی صحبت‌ها با اعضایان حزب در تشکیلات با اشتراک مدیر بخش واحد و کارهای دین و تنظیم در شهر ترسونزاده استان‌زاده که هیئت گروهی کاری می‌باشند، در جماعت‌های دهات نوآباد، جماعت جوره رحمانوف، قسم حربی 07150 وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان شخصاً اشتراک و برآمد نمودند. همچنین از جانب رئیسان کمیته‌های اجرایی ابتدایی کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک طلب فیصل استاد رجب الله لیلا با اشتراک وسیع کارمندان کارخانه عظیم صنعتی و کارمندان ساحه معارف همزمان یکجایی با اشتراک سردختور بیمارخانه مرکزی شهر یتیم، بیمارخانه رقم 2، شبکه کمک اولیه طبی و سانیتری، وکیلان با اشتراک وکیلان خلق با کارمندان ساحه تندرستی صحبت‌ها گذراندیم. سپس مدیر بخش تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی در شهر ترسونزاده استان‌زاده سعید امین درباره کارهای فهماندهی و پیشگیری عملهای کروپسیونی برآمد کرد. نام برده گفت که اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان پیوسته سعی و کوشش می‌نماید تا که در کارخانه و تشکیلات کردارهای کروپسیونی را پیشگیری نماید و اعضایان کمیسیون نیز دایر به مسائل‌های مهم در این سمت کاربری می‌نمایند. راهبر دستگاه رئیس شهر ترسونزاده محسدین نظیرزاده از اعضایان کمیسیون خواهش نمود که اوید جانب نمودن کارهای تبلیغاتی و پیشگیری کردارهای کروپسیونی در تمام ساحه‌ها و کارخانه و تشکیلات‌ها واخوری و مشورت‌ها را دایر نمایند. دایر مسئله‌های بررسی شده در سمت عملهای کروپسیونی و پیشگیری این گونه ظهورات نامطلوب میان اشتراکداران سوال و جواب و مبادله افکار صورت گرفت. باید قید نمود که پرزور نمودن تشویق و ترغیب ضد کروپسیونی، تأمین شفافیت فعالیت در سمت سیاست دولتی جوانان و ورزش در بین کارمندان بخش و کارمندان مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شهر ترسونزاده، اینچنین در بین اهالی علاوه خصوص جوانان منتظم واخوری و صحبت‌ها، کارهای فهماندهی جهت تشکل دادن طاقت‌ناپذیری با ظهورات کروپسیا، گسترش جهانبینی کروپسیونی گذرانده می‌شود. در دوام 6 ماه اول سال 2018 از جانب بخش کار با جوانان و ورزش شهر ترسونزاده در یکجایی با بخش و ساختارهای داخل مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده زیاده از 36 عدد واخوری و ملاقات و کارهای فهماندهی برگزار گردید. سپس ناظر کلان پیشگیری کروپسیا در ناحیه‌های وادی حصار فرامرز نرزشو برآمد کرده از اهل نشست و اعضایان کمیسیون مذکور خواهش نمود که در این سمت فعالتر باشند و برای پیشگیری کردارهای کروپسیونی سهمگذاری نمایند. جلسه نوبتی اعضایان کمیسیون و مبارزه با کروپسیا نزد مقامات محلی شهر ترسونزاده در فضای آشکار بیانی دایر گشته به کار خود حسنی انجام بخشید.